خوب بینندگان ارجمند، همینطور دیدار خطلون و خوجان آغاز گردید. ضربه هم زده می شود در این حال جانب دروازه و کوای گودسون. تو با بازی در آورده می شود. اشتباه فولوبازان خوجان. توجه میکنیم با این هجوم خطلون. ضربه زده می شود ولی صد میگذارند. هجوم دوم دارد. ضربه و گل. کی بود که در مرکز میدان اشتباه کرد؟ از فولوبازی از هیئت خوجان. این تحت شماره 12 کی ضربه میزند؟ سنتلو اسماعیلوف ضربه ایو ولی نازیم باباجانوف. ارسال نازیم باباجانوف ضربه ای بسیار هم خطرناک. الکسی ماتروسوف توپ را میگیرد. به انجام میرسد نیمه اولی بازی خطلون و خوجان با حساب 1-0. فولوبازان خطلون پیشرفت هستند با گل زده نورالدین همراقولوف در قسمت اول. خب همینطور بینندگان ارجمند، قسمت دومی بازی خطلون و خوجان آغاز میگردد و بیاید بار دیگر همچنین ابراهیم زاده ضربه و کوای گودسون ضربه را برمیگرداند. کوای گودسون با همچنین ابراهیم زاده تمرین کرده است در دسته خطلون و فولوبازان خطلون البته تلاش خواهند کرد که بیشتر هجوم کنند. ضربه دلشاد بازارف و باز هم دلشاد بازارف از نزد دروازه ضربه را زدن نمیتواند و فردوس چقالوف ضربه قوی فردوس چقالوف کنار راست دروازه را نشان گرفت. در قسمت دوم خطلون قریب که هجوم نمیکند. خوجان فعال است و تو مراتبه سوم با تیر دروازه برمیخورد. دالر یادگاروف ارسال دالر یادگاروف ضربه و گل حساب برابر کرده می شود و ارتیوم سردیوک ارسال با داخل جریمه‌گاه خطلون بود. سعیدشاه بازاروف با میدان وارد شد تحت شماره 15. حمایتگر پرویز باقی آخونوف ضربه قوی و کوای گودسون. همینطور حساب 1-1 است. و به انجام میرسد دیدار خطلون خوجان با حساب 1-1. غالب معین کردن نشد در بازی هر دو این دسته ها با 2 امتیاز در زینه پنجم است. در همینجا گزارش مستقیم خود را از ورزشگاه مرکزی شهر باختر به انجام میرسانیم. با شما بودم شریف اردوین شهرزاد. تشکر برای دقتتان. خیر.